نمایشگاه بین‌المللی دارو و صنایع وابسته با حضور 427 شرکت داخلی و 282 شرکت خارجی در محل مصلی تهران برگزار شد. من فکر می‌کنم که صنعت داروسازی ما به سرعت در حال رشد و توسعه است، در حال توسعه زیرساخت‌ها هستش، در بخش خصوصیمون خیلی فعال شده و یه قسمتش مربوط به توسعه داروسازی کشور هستش. یه بحث دیگه هستش که ایران فارما تبدیل به یک برند شده، یعنی شرکت‌ها توسعه بازارهای اقتصادیشون رو و رسیدن به نیازهاشون رو در اینجا می‌بینن. بخش‌های دانشجوییمون که خب خیلی فعال، دانشجویان داروسازی ما که میخوان تو حوزه صنعت فعال باشن، حضورشون خیلی پررنگه. در چند سال اخیر که خب تحریم‌ها زیاد شد، تعدادی از داروسازان و نخبگان به صورت به شرکت‌های دانش بنیان همت کردند و حتی داروهای های تک رو تونستن به صورت بومی در داخل کشور بسازند و عرضه بکنند. اما نقطه‌ای که هنوز مورد بی‌توجهی واقع شده در صنعت داروسازی، بخش معرفی صنعت داروسازی ایران برای تأمین نیازهای کشورهای کمتر توسعه یافته است، به طوری که حتی کشورهایی که به صورت سنتی با ایران همبستگی‌های فرهنگی دارند هم خیلی صنعت داروسازی ایران رو به درستی نمی‌شناسند. نمایشگاه ایران فارما امسال نیز با حضور 35,000 بازدید کننده حوزه سلامت روبرو شد. مشارکت فعال 33 کشور و حضور شرکت‌های چینی و هندی در قالب پاویون از اتفاقهای بخش بین‌الملل ایران فارما بود. حضور فعال دانشجویان و مشارکت 105 استاد و پژوهشگر فعال در زنجیره تأمین دارو باعث رونق علمی ایران فارما امسال شد.